سلام استاد بزرگوار، سلام. ایام شریف، طاعت عبادات قبول، قربانیتان در قبول باشه. عیدتان تبریک، بخیر باشین، سلامت زنده باشین. و سلام خدمت عزیزان تقدیم داریم از خداوند متعال. این مسئله هستم که روز شما مساویت باشه، سلامت باشین، ان شاء الله که خوب گذشته باشه. بفرمایید. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین بارگزای صاحب و خیلی خوشحال هستم چون همین که تازه رسیدم دیدم که شما در جان صحبت هستین. گفتم ما خود گال میمون نیستیم، چون بدل از اینکه چون همیشه میایم وقتی همیشه آمدیم ما هم عضو خانه هستیم. دقیقاً داخل شیم با حسیب جان به صورت مکمل صحبت داشته باشیم. قربانت شما نور دیده ما هستین، قدم رنجه کردین، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. برنامه را زیباتر ساختین و روز سوم عید هم باز هم با حضورتان انرژی گرفتیم. امیدوار هستم روز اول، دوم و روز سوم هم تا عیدم با صحتمندی، با خوشی کامل، با انرژی کامل گذشته باشه. شما سلامت باشین جناب عزیز، سلامت باشین. بیاین بارگزای صاحب، حال آمدین قصه دانه رو شروع میکنیم. کاملا ما کوشش میکنم که چای بر شما بریزم. شما زحمت نکشید، میگیریم شما همه چیزا پیش میاد. چای هم بریزم و شما در رابطه با موضوعات ایدی قصه کنن. روز اول چطور آغاز کردین، چطور شد؟ شما لطف کردین، سلامت باشین. از همکارا من خواهش میکنم که ترموز محمد شما قصه تون ادامه بدین. عباسی عزیز، مسئله است که این روزهای عید یا روزهای خاصی که در جامعه حکم فرما هست، اینها تنها به خاطر یک موضوع مناسک نیست که ما بیایم رسم از این انجام بدیم پس مسئله حل شود. این در قبال خود خیلی برنامه ها را در بر می داشته باشه. به این معنا است که همون صمیمیت و عاطفه و مهربانی و موارد دیگر در قبال داره. خب ما هم به مثابه فردی که نقش خود را در راستای انجام بدیم خب انجام دادیم تحت عنوان دید و دیدها و برنامه‌های مختلف. اما جالب اینجاست عباسی عزیز که شما مصروف چای هستین. بعضی از دوستای تو گله میکنن که چرا امیدها کم رنگ شده. باز ما بیشتر اوقات به طرفش نگاه کرده و بالاخره لبخند میزنیم میگیم واقعا این کم رنگ شده، ولی خب اگر قرار می بود که کم رنگ نمیشد نقش ما در اینجاهای چیزی نبودی، باید کم رنگ میشد. به خاطر چی کم رنگ میشد؟ که اصلا زمانی که زندگی از حالت روستایی میره در شهر، این زندگی شهری خب در ذات خودش باز یک سلسله تغییرات رو در قبال داره. حالا تنها این بر مبنای اونمو پایه مناسکش استوار است که پایه مناسکش در قالب قربانی و ارزش‌های دینیش مورد بحث قرار میدیم، ولی استعاری خود هیت که تحت عنوان مسئله شادی هست. خب دیگه شادی به مسابقه سابق نیست، بدلی که زندگی شهری شده، همگی سوی بلاک ها رفته، خوشی ها را هر روز انسان ها تجربه میکنن، در تلاش هستن که هر روز راحت‌تر باشن، کارها مشاغل بیشتر نسبتا کمتر شده. از این جهت این دغدغه های شادیش نسبتا کم شده، ولی مناسک مسئله مونده. ما هم در آینده اگر واقعا در تلاش این باشیم که ایدها استوار باشه، این مناسک میتونید ها رو استوار نگاه کنه، ولی بود شادی این استوار نگاه داشته نمیتونه، بدلی که جهان دیگه حال تغییرات آمده و بالاخره رنگ و بوی خود رو نسبت به مسائل کم از دست داده. بسیار خوب، بسیار خوب. بارگزای صاحب یک چیز متوجه شدیم، ما دیروز وقت ما خانه ماما جانم رفتم و احترامشان به عید مبارکی اونا یک موضوع را یادآور شدیم، همراه بچه مامایم که خورد اصلا اونا را شوخی میکردم با ایشان. در سابق ما وقت در ایام طفولیت ما کوچک بودیم یک فرهنگ دیگه بود. وقتی خریده را میگرفتیم میرفتیم به این خوش بودیم که یک کس با ما پله بندازه یا گندم بیریان یا تخم بته، تخم مرغ البته باز خوش بودیم به مو یا ایدی میده. کاملا فعلا امی فرهنگ از بین رفته، نیز در دهاتم کم رنگ شده، داخل شهر خیلی دیدن نمیشه. چی کنیم تا فرهنگای شیرین افغانی را ما نگه داریم و نگذاریم که افغانستان فرهنگش به یک سوی دیگه کشانده شود؟ شما لطف کردین عباسی عزیز، مسئله جالب و موضوع علمی و اکادمیک مسئله واقعیتش مسئله در قبال داره. زمانی که فرهنگ غالب آمد، فرهنگ های خردریزه را در درون خود یا محو میکنه یا دیگه تحت تاثیر خود قرار میده که اونها رشد کردن نتونن. ما اگر در تلاشی باشیم که بازگشت به سلف بالاخره برگردیم به اون موضوعی که دوران کودکی بود و ایام بود و جمع و جوش بود و شادی بود و نشاط بود، این موضوع رو ما کار کردن نمیتونیم، بدلی که در مقابل مثلا نیست صلاحیت موضوع رو داریم و نیست زمان بر ما فرصت رو میده. ولی یگانه چیزی که بر ما مهم است ما بتونیم حداقل همین روزهای خاص جامعه خود را با در نظر داشته امو ارزش‌های جامعه خود حفظ کنیم در قالب همون مناسکش، مثل تحت عنوان مسئله عید هست. شاید ما در آینده هم شاید از این مسئله باشیم که حتی ما خودت هم دیگه
میز و کلچه و نومان عزیزم شاید که بر ما تو میزبانی نکنه، شاید که از طریق برنامه‌های مثلا صفحات اجتماعی ما از خانه و شما در اینجا سفر به طور مثال حالا ما مسئله شده بتونیم ترتیبش کنیم و خدمت عزیزان تقدیم بداریم. خب ما در آینده ها واقعا شاهد از این مسئله هستیم، ولی تا عنوان مسئله مناسک موضوع است ان شاء الله باقی میمونه، ولی ما ضامن از دیگه نیستیم که واقعا به گذشته برگردیم، نمیتونیم چون بدلی که عصر جهانی شدن دیگه مسئله رو نمیخواد. بسیار خوب. حالا ما به نظر ما دین روز این موضوع رو یاد کردم بارگزای صاحب که اگر بال طفلای فیلی البته حالا که پوله بودی یک مشت پوله بسیار کم جنگ میکنن، ناراحت میشن، قار میکنن، تقاضایی را دارن که باید پول برشان بدی و پول هم پول 10 روپه 20 روپه باید نباشه، بالاتر از 100 روپه یا 100 روپه باشه، زیادتر ایشان زیادتر شده خواستیشون. از ایام طفولیتتان بگین در کدام ولایت شما زندگی داشته، این فرهنگش چگونه بود، از کجا آغاز کردین کارا را و عید چطور بود؟ شما لطف کردین. قسمی که ما تخلص بارگزای دارم، خب این نشان دهنده از این هست که من شاید کابلی اصل نباشم و مسئله هم است. ما از قندهار بودیم، تقریبا در حدود 120 سال یا 110 سال قبل پدر بزرگانشان از اونجاها آمده بودن در کابل، اینجا مسکن گزین بودن و مادر کلانم در این زبان و مادرم در این زبان، سرانجام بالاخره در قوم بارگزای همه در نسبت مسئله کابلی تبار از ایجاد و دوران کودکی هم در کابل آغاز کردیم و فعلا هم در کابل هستیم. متولد البته 1359 هستم و دوران تحصیلاتم در همین مرزبون بود، تحصیلات عالیام در اینجا بود و به خاطر گرفتن بس تجربیات بیرون هم ترجیح داده بودیم و خوشبختانه از تشویق همین ملت به اینجا رسیدیم و حالا در خدمت همین ملت هستم و همیشه دوست دارم که واقعا در همین جامعه باشم و در پلوی همین ملت باشم و اگه سرانجام عمرم تمام شود در همین جامعه باید تمام شود. از انار قندهار محروم خونه شدین، چکر میرین؟ حباسین عزیز محروم هستیم. قندهار انارش سرزباناست، نامش همیشه و در بخش اقتصادی کشور ما خیلی کار میکنه و چرخ اقتصادی را زیادتر به حرکت در میاره. نکته جالب برش اشاره کردی، سوالم داری، میگه که قندهار انار بنازم، این خیلی جالب است. کچالوی میدان بنازم، دقیقاً سیب میدان ورده که واقعا مسرات مکمل بنازم، دقیقاً انجیر تاج قرقان میگه بسیار به مراتب زیبا هست. هر جای جامعه ما یک ویژگی خاص خود را داره بدون شک. و نمو ویژگی باعث تعریف همونجا میشه. دقیقاً. در کابل چطور عید میگذشت؟ در سابقه فعلا چقدر تفاوت‌ها ایجاد شده؟ بیشتر هم گفتی که نمیشه بعضی از فرهنگ‌ها را ما جلوش بگیریم به خاطر که در حرکت است و از توانایی ما بالاتر است و امکانش نیست که ما بگیریم، چون مثلا هر فرد سر مفکوره و فکرش ما نمیتونیم کار بکنیم، هر کس ایده و فکر خود فعلا داره و فعلا که دنیای تکنولوژی است، در صفحات اجتماعی هر گونه موضوعات چیزی گرفته میتونه، فرهنگی را از دیگر جا کسب میتونه. چطور بود در کابل سابق؟ شما لطف کردین. ایدهای کابل هم به مسابقه ایدهای شهرهای دیگه افغانستان زیبا بود، پرشکوه بود، تجلیل بود، انرژی بود، صفا بود، صمیمیت بود. امروز قسمی که در کابل مثلا کم رنگ دیدیم، در جاهای دیگه هم کم رنگ تر دیده میشه، ولی خب در کل شاید او زیبایی بر همو دوران ما بوده باشه، به خاطر چی که ما کودک بودیم، جهان بزرگ میدیدیم، انسان‌های کم توقع بودیم، با گرفتن یک چاکلیت و یک شیرینی و یک روپه افغانی دنیای همه چیز بر ما بود. ولی عصر امروز که عصر مثلا نیست، عصر امروز پر توقع هست، چیز خود را به صورت مکمل قبول ندارن و جهان بزرگ رو در قبال خود دارن. از این جهت ما تفاوت را که حال میبینم با اون زمان این بیشتر بوده، ولی این بر مبنای همو گذر سن ما بوده. بسیار خوب. شما چای هم بگیرین، نوش جان کنین، میوام روز عید است، یک سخن معمول داریم در میان ما، هر روز عید نیست که کلچه بخوریم. خداوند این عزت همیشه از ما افغان ها نگیره. ما در قسمت میمون نوازی خود واقعا پیشتاز هستیم و من مطمئن هستم که انشالله تا زمانی که یک افغان هم باشم این میمون نوازی ما هست. دقیقاً، بدون شک میمون نوازی های افغان ها سرزبان ها ادامه داره و هر ولایت ما وقتی میریم اگر بشناسیم یا نشناسیم دل ما جمع می باشه، چون افغان هستیم، آغوش هر کس باز است، سفره هر کس برای ما باز است. تا یک میمان نوازی گرمی از ما کنه. ما ولایت میریم نمیشناسیم، اجزای ما را شناخت نزدیک نداریم، ولی میمان نوازی درست میشیم، گرم میشیم. خداوند خیر نصیبشان کنه، سلامت باشیم. بارگزای صاحب، در گذشته ایدی گرفتین حتما؟ شما لطف کردین. خب معمولا پیش هم اشاره کردم که امیید که هست به خصوص عید قربان از دو استعاره سرچشمه میگیره، یکی در قالب عید، یکی در قالب قربانی.
ایدش بر مبنای شادی و نشاط و شوخی و مستی است، ولی چیزی که او را ارزش میده مادیات مسئله است. چرا اگر در برنامه شادی امروز اگر ما تو ایده تجلیل کنیم و این چیزها نباشه، در تجلیل موضوع یک کم بودی هست و شاید هم پررنگتر نشه. خب پس ایدم در دوران کودکی با همون ایده‌های زیبا بود که اینجا میتونستیم پررنگتر بسازیم. ولی استحاره دومش که تحت عنوان مسئله قربانی است، اکثر ناقاد تو عزیزان بس میکنن که گویا این فقط به یک بارگی در فرهنگ آمد و با پیدایش دین مبین اسلام این رواج پیدا کرد. نه، این مسئله قربانی با پیدایش انسان ها رواج پیدا کرده. چرا زمان بابای آدم مثلا خلق شد، اونجاها مسئله قربانی مطرح شد و با گذشت زمان در زمان موسی اگر این مسئله رو مورد بحث قرار بدیم میبینیم که قربانی های دموی و غیر دموی بود. دمویش به این معنا که اینا میگرفتن حیوانات را داخل آتش مینداختن، فقط پوستش میگرفتن که دیگه چه چیز باید میسوخت. غیر دمویشی بود که در صحراها و صخره‌ها اینا رو رها میکردن. در مسیحیت هم قربانی بود. خود در دین مبین اسلام هم جزء مسئله رسمی است. یعنی ما این تنها در ادیان ابراهیمی نه بلکه خارج از ادیان ابراهیمی این مسئله مورد بحث قرار دادیم. خب انسان ها در پلوی از اینکه در یک جامعه زیست میکنن از لحاظ جامعه شناختی، خب ناگزیر است ارزش یک جامعه، فرهنگ یک جامعه، هنجار یک جامعه به صورت مکمل باید از باشه و تنها بر مبنای این مسئله نیست که مناسک ما هر چیزی که بود اینا رو ما بتونیم تحت پوشش خود قرار بدیم. اون یک جهت مسئله است، اینا جهت دیگه مسئله است. اینجاست که جامعه شکل میگیره، رنگ میگیره، بو میگیره، ولی برای این مبنا نیست که اینا با گذشت زمان نابود میشه، له میشه، از بین میره. نه اینا از بین نمیره. اینا چهره تغییر میتن، چهره جدیدتر در خود میگیرن و این چهره جدیدتر به این معنا است که تجدد چهره جدید از سنت است. بازی بر زمان آل دیگه قابل قبول نیست. چرا هر کس گذشته خود مراتب بیشتر دوست داره. از این جهتش ما هم شاید از این مسئله باشیم که ایده‌های خوبی داشته باشیم در آینده ها، ولی در قالب‌ها و رنگ‌های متفاوت. ولی از این جهتش ما باید از جمله کسی باشیم که با هر زمانش عادت بتیم، خدا وفق بتیم، هماهنگی بتیم. و حرف در اینجاها بود که در دوران کودکی ما از این خاطرات خوش دارم با همه موردش، با کمیایش کاستیاش. خب یک مسئله فراموش نکنیم که عباس عزیز که ما نسل جنگ، نسل باروت، نسل افراد به صورت مکمل، ولی خب با همین حالت شما ایده‌های ممکن بود. ایدی که زیاد بوده باشم و زیادترین ایدی گرفتین در فکرتان هست چند گرفته باشین؟ شما لطف کردین ایدی ها معمولا مربوط انسان های لوی میشه و هر کس ایدی داده نمیتونه. چون شخصا خودم با وجودی خوارزاده زیاد دارم ولی کم گوش نه هستم، صادقانه ایدی نمیتونم به خاطر از اینکه صدایت شاید بشنوم، باید حقیقت ها رو بگم، به خاطر از اینکه شاید که ما با همین روند عادت داشته باشیم گاهی ایدی ندادیم. ولی مامان جان خدا رحمت کنه اونا انسان واقعا بسیار سخا بودن، سخاوت بیشتر داشتن. زمانی که روز عید میشد ما دیگه فقط چشم منتظر اون شخص بود که چه وقت در خانه میاد چی میکنه، فقط ایدی ما رو میته. بعض وقتا یگان کسا خاص میباشه، یک از بر مبنای حرف خود خاص است، یک از بر مبنای ایدی خود خاص است، یک از بر مبنای تیپ خود خاص است، یک از بر مبنای بزرگی خود خاص است. از جهت انسان ها خاص میباشن. دقیقاً. نومان جان در گوشی ما صدا داره که ایدی مرا آماده کو. نومان جان خواه عزیز ما هست، نومان جان خیلی دوست داریم. نومان جان واقعا جوان بسیار پرتلاش شد. اونا میگم ما هم دوستتان دارم، در کنارش احترامتان دارم. بخیر باشن بارگزای صاحب. عید فیلی چطور میگذره؟ چند روز که لذت بردی از عید؟ روز اول چطور گذشتاندی؟ کجا رفتی؟ کجا را دیدی؟ کدام تجربه نو دیدی؟ قربانی کردین نکردین؟ مصروف بودی نبودی؟ کار کردی؟ بعضی از قربانی میکنن فقط سر میکشه از خانه و یا در قربانی را میمانه به یک چند تا دیگه موارد بیادر که بازو زحمت بکشه از در گوشتش بسیار صحیح میباشه دیگه. شما لطف کردین. حالا جالبی که این مسئله قربانی ها امروز خیلی متفاوت شده. بیش از اینکه ما بتونیم قربانی ها رو مثلا تطبیق کنیم، این رو باید از طریق فیسبوک ها پخش کنیم که به طور مثال مسئله قربانی است. در حال قربانی ها که مناسک هست و این بود فردی رو در قبال خدا داره. چون از اینجا قصد خیلی متوجه باشن، ما البته دو بود داریم، یکی بود جمعی داریم، یکی بود فردی داریم. در بود فردی مثلا من قربانی کردم یا من قربانی نکردم، یا من نماز خواندم نماز نخواندم، یا من به طور مثال چیزایی بر من گفته شد درست انجام ندادم. خب این راز بین ما و خالقم از بدلی از اینکه خالقم این مسئله بر من امر کرده. ولی در بود اجتماعی گاهی اوقات یگان کارهایی را ما میکنیم غافل از این مسئله هستیم. امروز واقعا جامعه نمیگیم فقر است، چون ما خوشبختانه از رده فقر برآمدیم. چون متاسف هستم به این مسئله که گاهی اوقات ما در رسانه ها نشسته پیرامون فقر جامعه صحبت میکنیم. یعنی ما الحمدلله هیچ فقر نیستیم، به دلیل فقر نیستیم که جامعه از گراف فقر برآمده. فقر واقعا 3 دقیقه قبل بود. چرا وقتی در پشت یک صف نانوایی استاد میشدی 2 ساعت باید استاد بشی تا 5 قرص نان بر تو نوبت میرسید. ولی در حالی که امروز خوشبختانه تو میتونی نان بگیری، ولی کمبود اقتصاد از چرخه اقتصاد کم در اینجاها لنگ شده. خدا بزرگ است هم شاید حل شود و ما افغان‌ها واقعا کمک کمر همت بسته کنیم.
خود ما از خود نقد کنیم، خود نقد کنیم، ما رو چی به دولت، ما رو چی به همسایه، ما رو چی به کسای دیگه، ما مسئولیت خود چه قسم انجام میدیم. من میگم عزیزانم که شما در بود اجتماعی بیشتر اوقات باید متوجه باشین که فقط مسئول خود باشین. قربانی ها مسئله است که ما به خاطر مناسک انجام میدیم، ولی اگر پوست و خون و ریم و استخوان زیر در کوچه انداختیم و اونجا بوی تعفن شد، فصل تابستان مردم اذیت کردیم، من مطمئن باش که یکی قربانی قبول نشده و از طرف دیگه به صورت مکمل کار تو ریایی بوده. پس قربانی رو که انجام میدی تا آخر مسئولیت موضوع رو بگی. مسئولیت ما تنها در مواقع خانه ما نباید باشه که فضای خانه ما خیلی پاک باشه، ولی همسایه هر چیزی که شد نه، ما خیلی مسئول از این مسئله باشیم. بخشن بارگزای صاحب شما با گپ هم میزنین. خواهش همین نکته موضوعات بهداشتی را چگونه فرهنگ سازی بکنیم در جامعه؟ ما وقتی دیروز در کوچه قدم میزدم، در هر جوی و جوچه‌ای که بود در کوچه میدیدم خون بود. به گفته خودتان خون، ریم، استخوان و پوستی که می باشه یا شکمبی که می باشه در یک گوشه از کوچه انداختگی بود یا در گوشه یک جاده انداختگی بود. فکر کرده بودن که مردم نیست نمیبینه، ولی خدا شاهد است میبینه، مندازن فرار میکنن. این فرهنگ چطور میتونیم که تغییر بدیم به یک فرهنگ مثبت و نقاط بهداشتی شده نظر بگیریم؟ شما لطف کردین عباس عزیز، من پیشترم در باب این مسئله اشاره کردم که ما بودهای فردی و بودهای جمعی داریم. اینی مسئله یک بود جمعی هست، واقعا هم گناه حساب میشه و هم یک انزجار است، یک نفرت است، یک نابهنجار است. این کار درست بوده نمیتونه. ما این فرهنگ چه قسم تطبیق کرده میتونیم؟ اولین فرد مسئول خودش است. چرا ما در قانون خانواده اگر برای فرزند خود این مسئله را یاد دادیم که پوست چاکلیت را زمانی که در خانه خود نمیندازی در خیابان مینداز، خب پس ما واقعا یک فرزند را تونستیم تربیت بسیار خوب کنیم. اینجا هاست که از آدرس یک فرزندای دیگه هم تربیت میشه. ولی متاسفانه اگر بشینیم به یک بارگی بگیم که تغییر از سطح بالا انجام شود و دولت ناگزیر است که بالای تک تک فرد ما یک فرد را مسئول بسازه، ولی کجای عقلانیت است؟ درست بوده نمیتونه. اگر تو از دولت بحث میکنی، خب ما هم جزء دولت هستیم، از این جهت ما مسئول خود هستیم. پس این مسئله فردی است، مسئله فردی بر این مبنا که از خود باید شروع کنیم. بسیار خوب. بارگزای صاحب، قصه ها شیرین است. یک نکته بسیار جالب است و بسیار مهم است که جلب توجه میکنه. در ایام عید کودکا زیاتر امی عید ما به کودکا واگذار میکنیم، اونا خوش میشن، اونا خوش میباشن. در این ایام زیاتر از بزرگا و عید بر کودکا بعض وقت زیاتر گفته میشه که کودکان نسبت به بزرگا خوشتر میباشن. دخترکایی که خورده هستن دستار خینه میکنن و بچه‌هایی که خورده هستن اطفال نازنین آمادگی فردا را میگیرن که ایدی را جمع بکنن و لباسای خود آماده میسازن و مکررن تکرار میکنن به خواهر بزرگ، برادر بزرگ، پدر، مادر که لباسای آماده است تا فردا عید شود. و یک نکته دیگره که منتظر قربانی می باشن اطفال نازنین، کشتار، ذبح کردن مواشی در پیشروی چشم اطفال چقدر تاثیرگذار است و چقدر تاثیر منفی میگذاره روی روان و روح کودک. شما لطف کردین. سیستم تفکر انسان ها از سال اول تا سال تولد میشن تا سال اول تحت عنوان ایسی و حرکی هست که اینجاها به صورت مکمل تحت عنوان مسئله است که فقط والدینش مسئول باشه، حتی محیط مسئول مثلا نباشه. اما تفکر دوم که از سال دوم تا سال سوم شروع میشه، این پیش عملیاتی است. پیش عملیاتی به این معنا که هنوز فرضیه ها در ذهن شکل نگرفته که کودک 3 ساله درک کنه که اونمو ذبح به خاطر رضای خداوند است، ولی او بر مبنای خشونت، بر مبنای قتل، بر مبنای وحشتی مسئله در میاد، چون تفکرش هم اشاره میکنه. اما از سال سوم تا سال هفتم تفکرات نسبتا عملی در اینجا پیدا میشه ولی هنوز فرضیه سازی نشده. خب پس ما به خاطر ذبح کردن باید این 3 دوره را خیلی در نظر داشته باشیم: دوره نوزادی، دوره کودکی اول، دوره کودکی دوم. چون به دلیلی که در اینجا همه چیزها بر مبنای تقلید پذیری است ولی ماهیت عقلانیت شکل نگرفته. ولی اگر در مقابل چشم بچه 10 ساله ما ذبح می داشته باشیم، عقلانیتش براش تعریف میکنیم که بر مبنای از این موضوع است. از این جهت ما مسئول هستیم که باید این موضوع را تحت پوشش قرار بدیم. به خاطر تحت پوشش قرار بدیم که مبادا خدای ناکرده ترس های ایجاد شود، فوبیا ایجاد شود و سرانجام دچار مشکلات شود. چرا بعضی کسا فوبیا دارن، به مجرد گوشت رو میبینن برانگیخته میشن، وسواس پیدا میکنن. خیالات مثلا در دوران کودکی بوده که ما متوجه مسئله نبودیم. چرا بعضی کسا اصلا نسبت به موضوع متنفر هستن، انزجار دارن. خب علت مسئله می بوده. و حتی کودکان در سالهای هفتم و ششم بسیار زود با حیوان انس میگیره. ما زمانی که یک گوسفند را خریداری میکنیم، یک روز در خانه نگهداری میکنیم، بچهای 5 ساله، دخترای 5 ساله، 6 ساله ما بسیار با این انس میگیرن. اما فردا که قربانی میکنیم مطمئن باشیم که افسردگی تجربه میکنه. از این جهت اینا تکنیک های علم روانشناسی است که باید موضوع در نظر بگیریم. بدون شک همین موضوعی را که یاد کردید، کودکان انس میگیره و زیاد دوست داشته میشن و گاو گوسفندی که ما خریداری میکنیم، چون اونا در خانه نمی داشته باشن. بله. بعد در سوشال میدیا زیاتر ویدیوهایی را دیدم که اطفال نازنین اشک میریختن، گریه میکردن
کردن به خاطر ذبح کردن مواشی که اونا خریداری واقعا کرده داره، بودن بله. و خیلی تاثیرگذار است روی روان کودک، تاثیرات منفی میگذاره. خیلی سپاس بارگزای صاحب، سخنهایت شنیدم، خیلی انرژی گرفتیم، خیلی خوش شدیم. خوش شما میکنم میوان عزیز. بگیرین در وقفه، چای هم سلامت بگیرین باشین. ان شاء الله. در انشالله خدمت شما خانه ما و شماست. تلویزیون ملی شما افغانستان از میزبان خودتان خیلی خوب است، بودین و میزبانی رسانه خوب خود کردین شماست. و ما هم در خاطرات خود واقعا موضوع درد قربانتان، کردیم. سلامت. خیلی سپاس، تشکر. عید خوب و خوش برات میخوام، از لحظات لذت ببری در کنار فامیل محترم و سایر هموطنان عزیز. همچنان عزیز، سلامت باشین، همچنان. بخیر باشین.